بله سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عزیز خوب هستید؟ سلامت باشید. نباشید. زنده باشید. تشکر. خدا آمونم خسته نباشند. سلامت باشید. سلامت باشید برادر. خدمت شما جناب انصاری عزیز، چند شما سال فرمودید که نماز که میخونی اون موقع با این موقع چه فرقی؟ بله. اون موقع هم تاثیر خودشو داشت، ولی پس مثل یه شمع کوچولو دل آدم روشن میشه، ولی اونقدر الان دلمون وسیع و نورانی و سبک و انگار نه انگار که هیچ دلهره‌ای، هیچ ترسی، هیچ چیزی وجود نداره. الله اکبر. الله اکبر. اما از این وضعیتی که برای ما درست شده آقای انصاری عزیز، من خدمت حجاج اسلام حضرت آیت الله ها، همین هایی که بزرگتر ما هستن، همین هایی که مثل این آقای قبلی گفتن ما عالم هستیم، ما عالم نیستیم ولی خب جاهل هم نیستیم. بله. این که من خواستم خدمتشون عرض کنم، بگن با بزرگاشون یه شبکه راه بندازن، این همه تلویزیون، این همه امکانات، این همه چیزا، به هر حال من و امثال من مردد کردن این مردمو. مگه نبی مکرم اسلام، نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم چند تا دین آوردن، چند تا کتاب آوردن ایشون؟ آخه ما به کجا، به چی باید عمل کنیم؟ مگر نه این که قرآن در همه چی بالاتره؟ بله. در عقیده ما مسلمانان آیا غیر از اینه؟ نه جناب انصاری، آیا غیر از اینه؟ نه ابدا. خیلی خوب، من همین قرآن رو میپرسم، میگم آقایون این جوری که من شنیدم میگین تحریف شده است، میگن اشکال نداره. آره بعضی عقیدهشون بر این. خب اگه شما عقیدتون بر اینه که تحریف شدهش اشکال نداره، خب این دقیقاً به خدا دارید وارد میکنید، چون خداوند فرموده من خودم مواظب کتاب هستم، پس خدا دروغ گفته. الیاذ بالله. الیاذ بالله. من نمیدونم، من نمیفهمم. ما چند وقت یه جایی بودیم آقای مداحی، البته ما اینو که دارم میگم یه وقت تو تعبیر نشه، ما اهل بیت جاشون تو دل ماست، اصحاب پیغمبر همشون اینا که مخصوصا اهل بیت. بله. اصلا اینا رو از ما بگیرن ما چیزی نداریم که. درست. اینا اینجور تلقین کردن به مردم که اهل سنت دشمنای اهل بیتن. درست. و من ندیدم یه سنی مذهب، یه کوچولو، حتی بی‌اعتنایی، حتی صلوات که میفرسته اهل بیت یاد نکنه. این چه تضادی، چه دروغیه، چه چیزیه. الله المستعان. الله المستعان. من خدا شاهده اصلا موندم آقا، نمیدونید این مردم چنان سرگردانن. حالا دین که چیه که چی عرض کنم؟ من با این جوونا صحبت میکنم، خدا شاهده اشکم در میاد آقای انصاری، اینا هم از دین برگشتن. اصلا میگن مسخره است دین، ترندیات دیگه، نه شیعه‌ای مونده نه سنی مونده در این مملکت. خدا به گفته معاون استاندار تهران آقا این بار بریم بمیریم ما، میفرماد که آقا 90% جوونا، 90% یعنی 45 میلیون جوون از دین خارج شدن. من نمیگم، معاون اجتماعی استاندار تهران داره میگه. الله المستعان. الله المستعان. کجای دنیا وایستادیم؟ آخه ما چه کاره، ما چیم؟ ما بالاخره تکلیف مردم رو روشن کنیم بابا. مگه نبی اکرم یک دین بیشتر آورده؟ هر کی هم بگه اشهد ان لا اله الا الله مسلمه، با هم برادرن. آخه این نعمت رو چرا رها کردید؟ چرا در همه کشور اسلامی جنگه؟ آخه چرا همش برادر کشی؟ آخه الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. وقتتون گرفتم آقای انصاری. خواهش میکنم. برای ما دعا زنده باشید. الله متعالفتون کنه. الله متعالفتون کنه. الله متعالفتون کنه. تشکر شما. خدا نگهدار. مشکل اینه که آقا رسول بزرگوار و بقیه بینندگان عزیز که اینها یک دروغی رو ساختن به اسم امامت.
بعد دیدن که این دروغ با بعضی از آیات قرآنی در تضاد هست، اومدن گفتن قرآن تحریف شده. دیدن که برای این دروغ باید یک سری آیات قرآنی داشته باشیم، گفتن که آیات بوده، این آیات رو ابوبکر و عمر و عثمان و غیره حذف کردن از قرآن رو تحریف کردن. بعد دیدن که نیاز است که برای این ائمه امامتی که دروغی که ساختن، برای اینها یک اسمتی قائل بشن، چون مردم میگن خب اگر اینا اسمت نداشته باشن فرق اینا با بقیه چیه؟ خب علی نه ابوبکر، حسین نه عثمان، امام هر کدوم برای خودشون. گفتن نه، اینا 12 تا معصوم هستن، 12 تا معصوم هستن از نسل سیدة نساء العالمین فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. 12 تا معصوم هستن، 11 تا با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میشه 12 تا. اینها معصوم هستن. فقط همینا مثلا از این نسل فقط همین 12 تا رو تک تک اینا رو انتخاب کرده الله سبحانه و تعالی. برادراشون، خواهراشون اونا معصوم نیستن، فقط همین 12 تا معصوم هستن. اسمت رو اختراع کردن در قرن سوم هجری تقریبا، بنا به شهادت آیت الله محسنی در کتاب مشرعه بهار الانوار. قبل از اونا به اسمت اعتقاد نداشتن. بعد از این اومدن گفتن خب حالا برای این حزبی که ما درست کردیم، حزب سیاسی تکفیری باطنی به نام تشیع، برای این پول نیاز است. کی به ما پول میده؟ در اسلام که زکات هست که مخارج زکات در قرآن کریم 8 مخرجی وجود داره که در آیات ذکر شده و غیر از اون مثلا برای این آیات اعظام و حجج و اسلام و مراجع تقلید ما ذکر نشده که به اینها باید زکات داده بشه. گفتن که آها بیت خمس رو اختراع میکنیم. خمس رو اختراع کردن. بعد گفتن خب حالا خمس هم داریم، امامت هم داریم، اسمت هم که برای این ساختیم، ما که شب و روزمون باید خوش بگذره، بیت صیغه رو اختراع میکنیم که همون صیغه‌ای که یکی از ازدواج‌های زمان جاهلیت بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت علی از روز خیبر روایت میکنن در کتاب خودشون اومده، صیغه رو حرام کردن. اینا اومدن دوباره زندهش کردن، چون که برای گذراندن شب و روز خودشون خود نیاز به خوشگذرانی و شهوترانی داشتن. همینطور شما بگیرید هرچین خرافاتی که وجود داره. دیدن که خمس کافی نیست، گفتن بیاید این بانک‌ها رو درست بکنیم، بانک‌هایی که به عنوان زیارتگاه‌ها که درست کردن. جوان‌ها، آقا رسول بزرگوار، این درد همه ملت است. جوان عقل داره، شعور داره، میبینه اسلام اومد که دین و دنیای ما رو بسازه. اسلام اومد که ما را از بدبختی و خرافات و بندگی بنده نجات بده. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که برای دنیایتون طوری کار بکنید که انگار تا ابدالدهر زنده هستید و برای آخرتتون طوری کار بکنید که انگار فردا دارید میمیرید. در جای دیگه میگن که اگر یک روز از 1 ساعت از زندگیتون باقی مانده باشه یک درختی بشانید. یعنی اسلام در راستای بهتر شدن جامعه، در راستای بهتر شدن زندگی ما. اسلام نیامده که برای ما فقر رو به اصطلاح تبلیغ بکنه که فقیر باشید، اینطوری که این آخوندا برای مردم تبلیغ میکنن. خودشون و حکومتشون پول نفت مردم رو میدزدن، در اروپا و آمریکا و کشورهای عربی برای خودشون کارخانه ها و سرمایه گذاری های هنگفت دارن، در قصرها زندگی میکنن، بهترین ماشین ها رو سوار میشن، در صدا و سیما با اون شکم باد کرده و عبا و قبا و لپای گل انداخته میاد چی میگه؟ سیدنا علی رضی الله تعالی عنه فقیر بود، فقیر زندگی کرد. فقیر زندگی کرد در حالی که اگر میخواست میتونست که نصف شهر مدینه رو بخره. دنیا در دستش بود، فقیر زندگی کرد. فقیری که قابل قدر و مدح و ستایش است در اسلام این نیست که شما کار نکن، زحمت نکش، 4 تا آخوند شکم گنده بیاد حق مردم رو بدزده، مردم رو در فلاکت و در آل و نکای اطراف تهران زندگی بکنن، نان شب و روز نداشته باشن. اسلام برای این نیامده. این فقر رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که این فقر مردم رو به کفر میکشانه. الله اکبر. این معجزه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. میگن فقر انسانها رو به کفر میکشانه. در حدیث صحیح میفرمایند این رو. امروز ملت ایران رو به کفر کشاندید شما. انسان
داشته باشه، ثروتمند باشه، فقیرانه زندگی بکنه. اسلام اینو میپسنده، نه اینکه نداشته باشه و فقیر باشه. اسلام با این فقر مخالفه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند دستی که بالاست بهتر از دستی که پایین است. یعنی چی؟ یعنی دستی که نفقه میده، کمک میکنه به مردم، بهتر از اون دستی است که از مردم میگیره. اما اینها اومدن دین رو وارونه جلوه دادن. همین که خالد برادر عزیزمون از آلمان فرمودن که ایرانیایی که رفتن در اونجا اکثرشون مسیحی شدن. چرا مسیحی شدن؟ چون از کشیش محبت دیده، از آخوند جفا دیده. از کشیش مسیحی کمک دیده، از آخوند رافضی دزدی دیده. اونا برای تمثیل، برای اینکه ما رو فریب بدن، میان تظاهر میکنن به این چیزا و این آخوندها حقیقتا دزد هستن، حقیقتا در پی نابودی ملت هستن، حقیقتا در پی ضربه زدن به اسلام هستن. عملشون، کردارشون، رفتارشون بعد از 35 سال انقلاب اسلامی به قول خودشون باید مردم دسته دسته به دین داخل بشن، دارن دسته دسته از دین خارج میشن به خاطر عمل کرده اینها. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در 23 سال امپراتوری های عظیم منطقه رو به لرزه در آورد. در کمتر از 50 سال تونستن ایران و روم و نصف کره زمین رو فتح بکنن، دلهای مردم رو فتح بکنن. شما در 30 سال ایران رو، مردمش رو از اسلام و از دین بیزار کردید.